مر بیخت چاس بکار مر موتم فید. درود و سلامی به پایان خدمت هموطنان عزیز، همشهریان گرامی. میخواستم چند نکته درباره واقعه هایی که در کشورمان رخ دادند با شما صحبتی داشته باشم و آن هم این که روزهای آخر اشخاصی پیدا شدند که نظرات خود را به صورت عمومی و به یک منطقه خاصی ربط می‌دهند و بیان می‌کنند که این فکری کل مردم هست، کل مردم یک منطقه است و آن هم این که درباره نماینده مردم درواز که از طرف مردم درواز و ونج و یزگلام سخنرانی نموده است و این نظر را مطرح کرده است که اگر این واقعه ها ادامه پیدا کنند در بدخشان، ناحیه درواز میخواهد که از بدخشان کوهی یعنی جدا شود. من فکر میکنم که اکثریت مردم درواز با این نظریه مخالف هستند و همچنین مردم ونج و یزگلام. من در تعجب هم که وقتی که نظری را میدهد این شخص، بله درست است، حق ایشان است که نظر خود را بیان کند، ولی خواهش میکنم این نظر را به کل مردم این منطقه ربط ندهید، چون مردم این منطقه بدخشان همیشه متحد بودند و قصدی از هم جدا شدن را هیچگاه ندارند. از این سیاستی که می‌فرماید تفریقه بیانداز و حکومت کن، اگر ما استفاده بکنیم باور کنید ما به هیچ کجا نخواهیم رسید. و جواب من به این گونه افراد این هست که اگر پامیر به جز ویرانسرا نیست، من این ویرانسرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جانگداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسوده پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را خواهم از جان، من این روشن سما را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. اگر بر منزی پامیری رود زور، من این زور آزما را دوست دارم. اگر آلوده دامانید اگر پاک، من این مردم شما را دوست دارم. در آخر خواهش من از این گونه افراد این هست که همان طوری که مولانای رومی گفته است، هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگاری وصل خویش. شما اگر هر چی کوشش بکنید که ما را از همدیگر جدا بسازید، ولی ما در تلاش خواهیم بود که با همدیگر وصل شویم و قلباً و صدقاً با هم باشید. پیروز موفق باشید و سربلند. خدا نگهداری همه شما باد.